سلام، وقت بخیر. نکیلا هستم. رشته دندان پزشکی را میخوانم. معلوماتم درباره اسلام خیلی کم است و بعضی چیزایی را که درباره اسلام میدانم از دوستایم یاد گرفتیم و سوال است که یک جای من خواندم که در اسلام رقص و موسیقی جایز نیست. و چی دلیل تو هستک؟ یعنی در کل نمیتونیم با موسیقی گوش بدیم و برقصیم. شما میدانید هر قوم و نژاد یک رقص و موسیقی خود داره و این موضوع در همه جا وجود داره. وقتی از خدا چه در طلب میکنیم شما احساساتتان نشان میدین و چرا دیگه حالت موسیقی و رقص جایز نیست. خواهر ما سوال پرسان کردن که چرا رقص و موسیقی در اسلام حرام است و درباره موسیقی گپ میزنیم و بعدا درباره رقص. درباره موسیقی میخوایم بگوییم که پیامبر ما فرموده که آلات موسیقی در کل حرام است با جز از دایره که برای خانم‌ها یا زنها جایز است و شما میدانید دایره آلی است که یک طرفش باز است و غیر از دایره را پیامبر حرام ساخته به دلیل ای که موسیقی انسان از یاد خدا دور میسازه. و دلیل دیگه ای است که وقتی شما ترانه را میشنوید و از زبانی که باشه به هندی باشه فارسی باشه و هر زبان دیگه که باشه از واقعیت خیلی دور هست. مثالی که به مشوقه خود میگم ما برای مطابقت میکنم یا ستاره را پایین میکنم. شما میدونید که این غیر قابل ممکن است. هیچ انسان نمیتونه با معشوقش ما را بیاره پایین یا محتوا بیاره پایین. ما به دلیل شعرها را میسازیم، ترانه ها را میسازیم چون اونا قافیه دارن، منظم هستن. این یک قانون کلی است که موسیقی انسان از خدا دور میسازه. به می دلیل پیامبر همه آلات موسیقی را با جز از دایره حرام ساخته. اگر شما صدای خوب دارین شما میتونید قرآن تلاوت کنین که شما را میتونه به خدا وصل کنه. موسیقی در بک‌گراند صدای شما را متفاوت میسازه. از طرف دیگر خواندن بدون موزیک مباح است تا زمانی که کلمات شعر یا ترانه شما را به الله سوق کنه. اگر کلمات ترانه شعر شما را از الله دور کنه، حتی او ترانه که بدون موسیقی هم باشه حرام است. این قواعد اسلام است که باید پیروی شود. میم در بخش دوم سوالتان که چرا رقص حرام است. هیچ آیه در قرآن و هیچ حدیث نداریم که گفته باشه که رقص حرام است. ولی انسان وقت میرقصه که خودش به دیگران نشان بده که میرقصه. مسابقه رقص است. هزاران نفر آمده شما را تماشا میکنه. پس از لحاظ حجاب ما اجازه نداریم که زنان ما را، مادران ما را، خواهران ما را در معرض نمایش قرار بدیم و هر حرفه دیگری که در او بدن به نمایش گذاشته شود تا مردم او را ببینند حرام است. به می دلیل رقص در محضر عام، میمانی هایی که مختلط هست حرام است. بسیار وقتها قوانین رقص با شریعت اسلام در تضاد است. شما در پیشروی زوجها، مرد، زن، دختر، پسر میرقصید و این حالت قانون حجاب اسلام نقض میکنه. این کار شما مخالف قانون حجاب است. بعض وقتا که شما میرقصین مردم شما را میبینه و این خلاف قوانین حجاب اسلامی هست. ما به خاطر که خواهر خودم، مادر خودم، همسر خودم دوست داریم نمیخوایم آنها را نمایش بدیم. به همین دلیل حرفه هایی که در محضر عام هست مثل رقص، آهنگ خواندن یا مدلینگ برای زنان در اسلام حرام است. امیدوارم جواب سوالتان گرفته باشید.